شروع استفاده از عینک جدیدتون دچار سردرد میشید، این ویدیو برای شما است. دلایل ساده‌ای که باعث سردرد شما میشه، اولیش عادت نکردن مغز با تصاویر جدیدی که با عینک دریافت میکنه. مغز وقتی تصاویر جدید رو میبینه نیاز داره که اونها رو پردازش کنه و تطبیق بده. این تطبیق 24 تا 72 ساعت زمان لازم داره که توی این مدت سردردی که ایجاد میشه کاملا طبیعیه. یکی دیگه از دلایل ساده‌ای که منجر به سردرد میشه، تغییر زیاد شماره عینکتون هست، به ویژه نمره‌های آستیگمات. وقتی نمره جدید، نسخه جدید با نسخه قبلی تفاوت زیادی داشته باشه، باز هم مغز و چشم نیاز به زمان بیشتری برای تطبیق دارن. یکی دیگه از دلایل سردردی که برای شما ایجاد میشه هنگام استفاده از عینک جدید، تنظیم نبودن فرم یا عدسیتون هست. اگر عدسی شما مطابق با نیاز کاریتون درست انتخاب نشه یا فرمتون بر اساس فرم صورتتون و بر اساس استفادهتون درست تنظیم نشه، سردردهایی ایجاد میکنه. مثلا اگر فرم خیلی بالاتر یا پایین‌تر قرار بگیره یا فرم کج باشه، قطعاً سردردهایی برای شما ایجاد میکنه. همچنین اگر عدسی شما مطابق نیاز شغلیتون درست انتخاب نشه، مثلا اگر کاربر کامپیوتر یا گوشی موبایل هستید، عدسی مناسب این سیستم دیجیتالی برای شما انتخاب نشه، باز هم ممکنه دچار سردرد بشید. آخرین دلیلی که میتونه برای این سردردها باشه، نمره اشتباهی، نسخه اشتباهات و بعد از اون هم ساخت عینک اشتباه. اینها ممکنه که برای شما سردرد بیشتری ایجاد بکنه. معمولاً عادت پذیری صورت نمیگیره. اگر سردرد شما بیش از یک هفته طول بکشه، تاریکی دید زیاد داشته باشید یا سردرد شما یا تاریکی دیدتون فقط توی یک چشمتون باشه، اینها دلیل همین نسخه اشتباه یا ساخت عینک اشتباه میتونه باشه که شما حتما نسخه عینکتون رو برای بررسی مجدد پیش اپتومتریست یا چشم پزشکتون ببرید تا حتما عیب و ایرادش اصلاح بشه.